روز 2 سپتامبر سال 2023 در شهر شیراز مرکز استان فارس در جنوب غربی ایران نخستین مرافعه دادگاهی پرونده پر سر و صدای حمله دوم تروریستی به مزار برای شیعه مقدس شوی چراغ آغاز یافت. بر اثر حمله روز 13 آگوست در این مزار در شهر شیراز 2 نفر جان باخته 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ایرانی مهر نیوز خبر داد که به دادگاه 3 نفر احضار شدند. عیبدار شونده اساسی در حمله اخیر شهروند تاجیکستان رحمت الله نوروزوف و شریکان او حبیب الله عربزاده و امرالله نظری. نماینده قوه قضاییه شیراز در جلسه اول از دادگاه خواست تا رحمت الله نوروزوف را با اتهام جنگ با خدا و عضویت در سازمان تروریستی داعش به دست داشتن در جنایت درجه 1 گناهکار شناخته به جزای شدیدترین محکوم کنند. جزای اعظم سنگین برای چنین جنایت‌ها در قانونگذاری ایران حکم قتل است. عربزاده و امرالله نظری را بین اتهام جنگ با خدا و عضویت در داعش برای کمک به صادر کردن حمله به مزار شوی چراغ در جنایت‌های درجه 2 و 3 گناهکار بشناسند. در روز اول مرافعه قاضی پرونده متهم اساسی را بازپرسی کرد. رحمت الله نوروزوف در بیاناتش به دادگاه گفت که او توسط مسنجر به داعش پیوسته لقب سلمان اسلمیار را به خود گرفت و افراد داعش دستورش دادند که به ترکیه و از آنجا توسط ایران و پاکستان به افغانستان برود. نوروزوف در افغانستان در یک اردوگاه داعش مشق نظامی گرفته بعد انجام تمرین ها به ایران فرستاده شد. این زاده تاجیکستان تقریبا 1 ماه در منزل در نزدیکی مزار شاه چراغ زندگی کرده. در این مدت دیگر باره با افراد داعش رابطه برقرار کرد و آنها راهنماییش کردند که سلاح‌های برایش آماده شده را در کجا پنهان کردند و آن را چگونه بگیرد. نوروزوف همچنین بیانات داد که به او امر داده بودند که روز حمله با خود 2 ظرف بنزین بگیرد، ولی او با خود در بارخلدش همگی 1 ظرف 1.5 لیتری بنزین داشت. به بالای این او را هنوز تا زمانی که قالین‌های مزار شاه چراغ را بنزین ریخته آتش بزند دستگیر کردند. رحمت الله نوروزوف با خود هنگام حمله در دست 1 اتومات با 8 مگزین عبارت از 240 تیر داشت، ولی تا لحظه بازداشتش توانست که بالای زائران همگی 11 تیر خالی بکند. طوری قبلا خبر دادیم روز 13 آگوست 2 مرد سلاح به دست به مزار شاه چراغ در شیراز حمله کردند. سازمان تروریستی داعش مسئولیت حمله شیراز را به دوش گرفت و آن را انتقام برای اجرای حکم قتل 2 عضو خود در ایران نامید.